بهمن علایالدین متخلص به مسعود بختیاری، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور بختیاری، روز 20 مهر ماه 1319 در شهرستان مسجد سلیمان و در خانواده‌ای سنتی و با فرهنگ متولد شد. پدرش مردی با سواد، متدین و روشن ضمیر بود و مادرش زنی پاکدامن و مهربان بود که از صدای خوب و سیرتی نیکو برخوردار و در تربیت فرزندان خود بسیار کوشا بود. در واقع میتونم اینجوری بگم که علاقمندی بهمن به موسیقی خب هم ارث و میراثی بود که از مادرم بهش رسیده بود و همین که پدرم یه مقدار گرایشات مذهبی داشتن و هر سال تعزیه برقرار میکردن و ایشون اونجا هم در واقع یه جورایی حس خوانندگی بهش دست میداد و نوحه خوانی انجام میداد. توی دبیرستان دیگه شکوفا شد در این مثلا خوانندگیش و علاقمندیش بیشتر شد. در دبیرستان گروه موسیقی تشکیل داده بود به اتفاقی که از دوستانش که بهمن فردوسی و کارهای هنری مدرسه رو با هم دیگه یعنی با این گروهشون انجام میدادن. ولی تا اون موقع بهمن بیشتر آهنگای فارسی رو میخوند. ولی بعد از اینکه به رفت سربازی و یک کم از خانواده دور شد، یه حالت عاطفی بهش دست داده بود. اونجا بود که شروع کرد به خوندن آهنگای بختیاری و گفتن اشعار بختیاری، چون که به هر حال اشعار بختیاری یه ذره حالت حزن انگیز و یه ذره مثل که آدمو به هر حال به آرامشی به ایشون میداد. بهمن در سال 1324 به دلیل شغل پدر که کارمند شرکت نفت بود به شهر لالی نقل مکان کرد و در سال 1328 وارد مدرسه ابتدایی شد و از همین زمان شروع به خواندن و سرودن کرد. در سال 1340 تحصیلات دوره دبیرستان را تمام می‌کند. وی در سال 1348 به استخدام آموزش و پرورش اهواز در می‌آید. وی در سال 50 با ارائه نخستین و جاودانه ترین اثر خود به نام دختر لشکریانی دوره اول فعالیت حرفه‌ای خود را به طور رسمی با رادیو تلویزیون نفت آبادان شروع کرده و سرانجام در سال 1373 از کار معلمی بازنشسته می شود.